در نتیجه گذراندن چوره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معاین کرده شد که مرد 33 ساله ساکن شهر اسفره که پیش با ماده 252 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان صادر شده است 22 دکامبر سال 2022 تخمینا ساعت 17:20 در حالت مستی با طریق زورآوری از دست زن 33 ساله ساکن شهر مذکور یک عدد تلفن موبیل تمغه ردمی 11 را تصرف نموده از جای حادثه غایب شده است. اوید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 248 قسم 2 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چوره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا نوروز 14 ساله و جوان 18 ساله ساکنان نویه رودکی همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. نام بردگان 24 دکامبر سال 2022 هنگامی در حدود خیابان اسماعیل سامانی پایتخت قرار داشتنشان از گرد و اطراف کاخ نوروز 26 عدد سرک‌های فواره‌ها را دزدیده از جای حادثه غایب شدند. ضرر رسانیده شده 13,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.